سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمانی ما ویکتور نیکیتیوک، سفیر اوکراین در تاجیکستان. جناب سفیر خوش آمدید به صحبت. السلام علیکم، تشکر زیاد. سلام باشید. جناب سفیر، وضع در شرق اوکراین تا رفت متشنج می شود و حالا هیچ کس نمیتواند پیشگویی کند که این بحران چقدر عمیق‌تر میتواند ادامه پیدا کند. بدترین سناریو در وضع اوکراین چی خواهد بود؟ در حقیقت امروز واژه‌های وضعیت یا نیزای اوکراینی و غیره را شنیدن ممکن است که آنها محور آنچه را که در اوکراین می‌گذرد افاده نمی‌کنند. در حال حاضر در شرق اوکراین جنگ جریان دارد، اما می‌خواهم تأکید کنم که در اوکراین جنگ گرجدنی یا شهروندی نیست. این جنگ فدراسیون روسیه ضد اوکراین است، جنگی که با استفاده از نیرو، مهمات، تکنیک که به خاطر جانبداری تروریستان به اوکراین وارد کرده می شود و همچنین با استفاده از نیروی مسلح روسیه و زرخریدان روسیه صورت می گیرد. این جنگ است که روسیه علیه اوکراین در قلمرو خود اوکراین می گذراند. اما وضع در آینده چگونه جریان می گیرد پیشگویی کردن خیلی مشکل است. البته می شود سناریوهای مختلف را بیان کرد، اما من می خواهم تأکید سازم که از جانب اوکراین تنها یک چیز، آن هم هر چیز زودتر خاتمه بخشیدن به خونریزی، قطع جنگ و برقراری صلح در دونباس پیگیری کرده می شود. محض به همین خاطر سند موسوم به پروتکل مینسک به امضا رسیده بود که در آن نگرانی ها و منفعت های همه طرف ها ذکر شده است و این سند مهم برای برقراری صلح و اعتماد در این منطقه است. اما وضعیت چقدر مشکل خواهد شد این پیش از همه به کرمل بستگی دارد. مقامات اوکراین روسیه را در کمک‌های به بازگشت نظامی به جدایی خواهان در شرق یعنی اوکراین و حتی شرکت مستقیم در جنگ ها متهم میکنند. شما با واکنش جامعه جهانی را که به نظر میرسد از این عملهای روسیه ناراحت هستند چی بها میدهید؟ این واکنش ها تا اندازه قوی هستند که تحولات را به فایده کشور شما تغییر بدهند؟ روسیه ادعا دارد که در اوکراین نمی جنگد، اما شما به این اصطلاحی که در کرمل فکر کردن توجه کنید. کمک بشر دوستانه به دونباس از فدراسیون روسیه، اپالچنس‌ها یا رزمنده‌ها، DNR، LNR. اما اگر همه این را به زبان درست برگردانیم، پس کمک بشر دوستانه این انتقال غیرقانونی نیروها، مهمات و دیگر کمک به تروریستان. اپالچنس‌ها یا رزمنده‌ها این نظامیان روسیه، زرخریدان این کشور و تروریستان محلی و جدایی طلبان. و DNR، LNR این سازمان‌های تروریستی هستند که به طور طبیعی وجود ندارند، حالانکه ولایت‌های دونتسک و لوگانسک اوکراین وجود دارد. اما روسیه با استفاده این گونه اصطلاحات می‌خواهد مفکوره پیش از همه مردم خود را غبارآلود کند که هیچ کس جنایت سنگینی را که کرمل به آن دست زده است درک نکند. البته برای ما جانبداری و حمایت جامعه بین المللی خیلی مهم است و آن را ما احساس میکنیم. این تصمیمات سازمان‌های بین المللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اسامبله پارلمانی اتحاد اروپا، صحه، تصمیمات صادر شده در چارچوبه اتحاد اروپا، ناتو، حتی شاهد تحریم ها علیه روسیه هستیم. اما البته میخواهیم که این موضع گیری جامعه جهانی سنگین تر باشد. در حال حاضر تهدید جدی به امنیت بین المللی از روسیه سر میزند. جناب سفیر، تاجیکستان در اول سالهای 90 با جنگ شهروندی روبرو شد، اما حکومت فعلی توانست از طریق مذاکرات با مخالفان جنگ و خونریزی و مخالفت را حل کنند. آیا این تجربه رو نمیشود در وضع فعلی اوکراین کار برد؟ آره، تاجیکستان در آغاز سالهای 90 با یک جنگ داخلی مواجه شد، اما در اوکراین جنگ داخلی نیست، بلکه جنگ از جانب فدراسیون روسیه ضد اوکراین است. اگر دخالت مسکو نمی بود، در اوکراین نه جنگ بود و نه نیروی مسلحانه. با نیروهای مخالف نیز کیها زبان یافتن ممکن میشد، چون برای این همه امکانات روی دست گرفته شده بود. اما تجاوز روسیه این همه را مشکل کرد. حل مشکل وجود داشت و این هم در حالی که به سر قدرت در اوکراین افراد آمدند که ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر را در اولویت می‌گذارند.
در مورد روابط تاجیکستان و اوکراین میخواهم سوال کنم. در پی وضع به عمل آمده در اوکراین مناسبت میان دو کشور چگونه است و به سطحی که قبل از ناآرامی ها بود آیا هست یا وضع فعلی تاثیر کرده است در مناسبات میان تاجیکستان و اوکراین؟ Если говорить о политической составляющей, روابط سیاسی ما خیلی در سطح خوب قرار دارد، چون این مناسبات دوستانه بوده و تاجیکستان شریک خوب است. ما همیشه به گسترش روابط و همکاری ها با تاجیکستان اهمیت قائلیم، اما متاسفانه تجاوز فعلی روسیه علیه اوکراین حتما به سطح همکاری های اقتصادی و تجارتی تأثیر خود را گذاشته است. برای مثال سال 2014 در نظر بود که جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی تاجیکستان و اوکراین در کیف برگزار شود که نشد و به وقت دیگر گذرانیده شد. همچنین برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در اوکراین برنامه‌ریزی شده بود که این اقدام مهم فرهنگی نیز دایر نشد. اگر سال 2012 تحول در افزایش تجارت مال و کالا میان اوکراین و تاجیکستان به نظر رسید، اما با توجه به وضع به عمل آمده این روند کند گردید و میزان تبادل کالا از 100 میلیون دلار آن زمان به 60 میلیون دلار در سال رسیده است. هرچند مبادله مال جریان دارد و خوب است که در دکان‌های تاجیکستان محصولات تولید اوکراین به نظر می‌رسد، اما امکانات و ظرفیت‌ها زیاد هستند که باید به طور مؤثر استفاده شوند. با این هم مذاکرات سر تأسیس کارخانجات مشترک در زمینه وصل و نصب تراکتورها برای ساحه کشاورزی در منطقه‌های آزاد سوخت و دنقره، تشکیل کارخانه تولید کارکرد نفت و گاز، افتتاح پروازها میان دوشنبه و کیف و درباره دیگر لایحه‌ها جریان دارد، اما باز هم وضع موجود در اوکراین به این روند مانع ایجاد می‌کند. ситуации, которая на сегодняшний день существует. تشکر. در صحبت ما بودند ویکتور نیکیتیوک، سفیر اوکراین در تاجیکستان. تشکر زیاد جناب سفیر. تشکر زیاد. خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید.